به نام خدا و عرض سلام احترام خدمت شما بینندگان عزیز. وقت زیبای شما بخیر. خوشحالیم که یک روز دیگر الله پاک ما توفیق داد که به خدمت شما باشیم. دوستای نازنین، آمدیم به سر حسن خوجه، بسیار یک قلعه سرسبز دیدنی. میریم کاروبار رسم و رواج مردم رو به تصویر میکشیم. از شما خواهشمندیم که تا آخر برنامه همراه ما باشیم. بخیر باشیم. بازم یک سلام گرم خدمت شما دارم دوستای خوب. خدا کنه که تا به این لحظه از برنامه لذت برده باشین. در کنار جناب محترم حاجی ارباب صاحب این قریه هستیم که بیشتر خور معرفی میکنم. حاجی ارباب صاحب بازم دوباره مانده نباشین. چه اول شما خوبه؟ صحتمند هستید؟ خدا قربان شما، سلامت باشیم. اول نام شریف خور بگین که بیننده ما بیشتر باشن. ارباب مومن اقریه سر حسن خوجه گلوشدور رباط تجمیر خان خنونی از ولسوالی اینجی. نام خدا 300 قریه ارباب صاحب شما به دوش خو گرفتید؟ 4 قریه. 4 قریه. بله ماشاءالله. نام خدا. خب رسیدگی میتونیم بکنیم؟ بله. خب 4 قریه ارباب صاحب چقدر نفوس داره؟ خصوصا گلوشتور. گلوشتور و سرسان خوجه و خنونی هم میگی 1000 فامیل داره. 1000 فامیل. بله. همین 3 قلعه. هم 4 قلعه. 4 قلعه. هر قلعه 250. ها. خب بسیار خوب. در کنار از این که 4 قریه مسئولیت به دوش شمانه، خودی اولادا به سر ملکام کمک میکنیم. بله. خب چند جریب زمین داریم؟ خود ما زمین کم داریم، 3 جری. اشته کمه. کمه دیگه. خب بسیار خوب. باغ چیزی هم داریم؟ تیم سرا داریم انگار که باغچه هسته. خب مالداری چی؟ مالداری نداریم. خب ارباب صاحب قدیم رسم رواج بود که همین تنخواه شمار خدا واسه مردم دیگون قله میدادم. فکر کنم کامل رسم رواج بمونده. بله بمونده. هسته. بله. خب هر شخصی که زمین داره یا 1 جریب یا 100 جریب باید برای شما چنده من قله چی؟ با ما به زمین نیه، هم به فامیله. هر فامیل 2 من بر ساله 2 من گند. بله. 2 من 2 تا 80 روپیه 160 روپیه یا 100 روپیه 200 روپیه. بله. خب گزارش زندگی انشالله میشه؟ انشالله میشه. چند سال میشه مسئولیت به دوش شما؟ امسال به 4م قل زده. 4م. خب چه کار بکردیم؟ چی خدمات داشتیم به حساب منطقه به مردم؟ البته به همکاری شما. ما که حالا که همکاری نشده و مؤسسینیه که اینجا همکاری بشه، ما به شورام بودم، به شورا که بودم همین مطب تیار کردم، خود از اینا برق بی آوردم. همین کارا رو که ما بکردیم دیگه. حالا که این مؤسسینیه که دیگه کاری بشه با ما. این پولام از طرف شما؟ این پولام از طرف مؤسسه تیار شده. بله. بسیار خوب. کل سرک همین منطقه شما همینه؟ بله. کل سرک. انشالله که سرک هم جور بشه. سرک ما خرابه. بسیار خوب. بیشتر مردم مصروفیت به دیگونی داره؟ بله. هم مردم دیگونه اینا. خب دقیقاً. ارباب صاحب یک معرفی هم گلوشتور داشته باشیم. شرق و غربی و همسایه شما کدوم منطقه؟ همین منطقه ما شمالی و کمی خوره به ولسوالی کروخ به کروخ میخوره. قبلی هم که هست لکنیه که هم طرف انجیله. خب جنوبی هم هست گذره. هفته هم پشت زرغونه. پشت زرغون. به با خوب جای به 3 ولسوالی، به داخل 3 ولسوالی شما. 4 انگار 4 ولسوالی میشه. بسیار خوب. خوشحال شدیم که وقت خود به اختیار ما گذاشتیم. قریه انجیل مانی. آخر قلعه انجیل، انمی سمت سایه انجیل از طرف هفته و انمی آخرین قلعه که بعد از این مربوط به کروخ میشه. آخرین قلعه خنونی میشه. خنونی مربوط به کروخ. بسیار تشکر از شما. کروخ نمیشه، به انجیل میشه. بازم به انجیل. به انجیل میشه. بله. خب بسیار خوب. تشکر ارباب صاحب. زحمت کشیدیم. بسیار تشکر از شما. خیر باشید. دوستای خوب نازنین، طوری که پیشتر گفتم آمدیم به قلعه سر حسن خوجه
در کنار دوستا هستیم که خور معرفی میکنم. لالا تنو دارم و بالاخره کلنگ دارم، چون کجا میره مونده نباشیم. جور تیار باشین. اول خوبه؟ خیریم. زنده باش. سلامت باشیم. اسم شریف خودم بگیم. محمد قاسم امیری هستم، یکی از فریه سرسام خواجه. خب کجا ما هستیم بریم؟ ما این بریم چابک کنه. شاکنی داریم. بله. خب اوه. بله. خب خیال کو به حساب امید دستگاه شده شما بازم دست؟ نه اینا چا دستیه، دستگاه فعلا نه. خب بسیار خوب. متر چند کنه؟ دیگه متر 200 300. بالاخره برخورد نداره. امی که صحبت کردیم چند صحبت کردیم؟ متر 200 باشه. چند متر چای؟ 3-4 متر بیشتر نه. کمیه. بله. خب دیگه چی کاروبار داری؟ دیگه کارگرم در دم خرمن و بخور خرمن لد میکنه. بله. ملک چیزی خود خونه داره؟ نداره. هیچی نیست. هیچ. روزگار زندگی میچله؟ با یک حالت میچله که چند نفر وار خرج خوری؟ 7 نفر. دستیاره هم داره؟ یک 11 ساله هستم از شده. کمکی هست خودشون؟ بله. بسیار خوب، خوشحال شدیم از دیدن شما. تشکر از شما. تشکر از شما. سلامت باشید. سلامت باشین، بخیر باشین. خب میشه نام شریف خور بگیم؟ نور آقا. نور آقا محمد سلطانی. خب از این جگاهیم؟ بله. چی کاروبار داری؟ کار ما مشغول دیگونی کارگری. دیگونی. چند جریب زمین داریم؟ از خود که نداریم دیگه، مت دیگونی هست بالاخره. هیچ چیز زمین نداریم. همینجا خودم. باغ چیزی هم نداریم؟ نه. مالداری چی؟ مالداری هم نداره. خب گزاری زندگی میشه؟ خدا رو شکر الحمدلله. خب متعلم یا خانه دار؟ مجرد نیست کدام. چند سال مجردی؟ فعلا وقت دیدی آمده مجرد. چند سال هستین؟ 19 ساله. 19 سال. بله. 19 کنین دیگه بیشتریم لالا. ریش سفید شدیم 19. نه خاطر ریش خور وقت داره شد 19. خب چند برادریم؟ 2 برادر. برادر دیگه شما اینجا؟ نه خونه. اجقا یاد دارم. بله خدا رو شکر. خب خود نام کاریم دیگه. بله. ها الهی شکر. درس هم بخوندیم. درس بخوندیم نه اغزرم. تا صنف چند؟ تا صنف 3 خوندیم. پشیمون نیم. پشیمون که هستیم. پشیمون که بیان نزد هستیم. راست میگیم. بسیار خوب. خیر باشه، خدا کریمه. زنده باشه. وقت شما نمیگیریم، بخیر باشید. تشکر از شما. دوستای نازنین در کنار برادری هستن که یک دیکونی دارم. فکر کنم این دیکون از اینا چل از کی نه؟ ابو چیکاکا شما نه؟ خب خیر از شما میپرسین. بپرسین. گپینیه. این دیکون دیگه نمیفهم اسمی چیه چون 40 رقمه. هر رقمی مو 40 رقمه. بلم داره. این بله. شاله بری چیه؟ سایوانی واسطی بشینه. خیلی مثل که خرمایی. بله. نمایی میده. بله. خب با چرا کولر آوردین؟ گرمه دیگه. خیلی جالبه بلیدای عزیز. به تا کوچه به چینگ جو اینجا شالی تیار کردم با کولر آوردش نمسرا بیا آوردم. بله کولر هم میاد. خب به تا کوچه خو اینجا کجا کولر میاره؟ هست دیگه سولار داریم بالا کولر. شما به چند ساله این؟ 42 هستیم. 42. اما از 100 بالا این با 42 شد. یک سوالی به می 42 سال سن خود طالب تا کوچه کولر بدیدیم. آنی حالا بدیدیم دیگه. نه خوی کار شما نه. نه بدیدیم دیگه. نه دیگه ندیدیم. درسته؟ بله. خیلی جالبه. خاطر که یخ نه که می شاله خودی و می شمال یخ. دیگه با خب این دیکون ما چی بگیم؟ چی کسبیه ای؟ یه همه رقمه. جوشگری گفتن تل میفروشم، بل میفروشم. دو تا یخچال هم یا داره. دو تا یخچال ها. سر پیکنیک. همه چیزا هست. خب دسته بل. بله. این برم برادر که شما رو دارم
فرغون لیم میکنم و چراغ. چراغ رکابی، درسته؟ موتورم لیم میکنم. بسیار خوب، بسیار خوب. خب چی کاروبار داریم شما؟ ما دیگونیم. چند جریب زمین داریم؟ 7 جری میداریم. الهی شکر. از خود خود بله. شکر. باغ هم داریم؟ یک چند جوی امسال بکنیم. الهی شکر که باغ و زمین داریم. و می بیننده ما خیلی دیگم از کشورها خارج نمیشه یک چهار بیتی بخونیم. یاد نداریم. ربعی بلدیم بگیم؟ نه نه. نون خوردن بلدیم؟ بلدیم بله. عجب دلخت شد. خب خوشحال شدیم. بخشش باشد از شما و عذاب هم بشدیم. زنده باشیم. خیر سلامت بینیم. باشیم. خوشحال تشکر شدیم. از شما. تشکر. دوستای نازنین، امی برادر از امید هم میبینیم تا گردن کج استاده. باور کنید دل به نمک بری بسخ. لعت چوبی چیزی نخوردین؟ کمچونی دست بچه ها، مدر بچه ها. نمیخورده. نه حقیقت رستی؟ راستی بخگلگی زدم شما یا به جارو؟ به جری با مشت با همه چیز. خب خیلی تیر بشم، کار ندارم ما تیر بشم. خب چی کاروبار داریم؟ کاروبار کارگریه دیگه، چی کاروبار؟ ملک چیزی نداریم؟ نه نداریم. مزدوریگریم؟ ولی چند نفر خرج خوریم؟ 8 نفر. 8 نفر. بله. دستیاره داریم؟ خوبه. با یک دستیار به چی کلون نمونه. اما لالا رخصیا؟ بله. خوبه دیگه نام خدا. مثل از او پسر چند پسر دیگه داریم؟ دیگه اخورده دیگه. خب دیگه بسیار خوب. دختره. پسر کلون هم دارین که سیوا شده باشم از شما؟ نه کلون همونه. با چی کلون شما منو؟ کلون همونه. خب به فکر از اینا هم بشدین؟ به فکر خود خونه شد، نه به فکر زینو باشه. نه از بابت چیل میگم؟ چک چک خود نه مسافرین دیگه. یک دفعه دیگه میگم ما زن کنیم یا ما یعنی چی ندیدیم. بلنده میبینین لالا پیار شما چی میگن؟ میگم ما مسافریم و ما هیچی از عمر خود ندیدیم. میگم ما یک زن دیگه ما این بگیریم. به نظر شما اگه پیدا شمایی؟ دوشتن ما دست مادر از آدم لط میخونی که خیر باشه تیر میشه. راست میگی. دنیا تیر شدنیه دیگه. خوشحال شدیم برادرم یک چهار بیتی بخونیم. از این چیزا صفر ما. خب دیگه دنبال بیل چی اگه به شما بگم اونجا بیاین که خرمان دونیم خربال به شما دایک میدم میته کو هستیم نی؟ میته کو بخیز نره. خب یک گوشتی دست بگیریم خود من بگیریم. هست گوشتی دست. سعی کنم کاکا قوت دارم بره. بره شروع حال دیگه نکنی. دیواره دیگه. حال شروع کنی. بخیر باشیم برا. خوشحال شدیم از دیدن شما. تشکر. ما میرم به کنار می لالا شما جلوی دوربین یلد سعی کنیم یه آدم بالای می چاروا سوار شده مکتبم برفته یا نه مونده نباشین. خوبیم لالا؟ بسیار خوشحال. اول شما خوبه؟ شکر زنده باشید. اسم خود با ما بگیم. نعمت الله. نعمت الله جان کجا ما این بریم برا؟ بخیر به دشت. به دشت. بله. به چی کار؟ برای اینکه میخوا گوار بگردم. بها گوش کشیم اگه بیکاریم بریم میخ گو بگردونیم. ای از اینجا سوار شده بالی ایوان بالا شده میگه ما میریم به دشت میخوا گوار بگردونم. ای یعنی چی؟ چند تا گوه؟ 2 تا. توفنگ هم بزده باشم خدا به ما پسر داده. از این سرا تو بخستی بیامدی میری به میخوا گوار بگردونی؟ خب چیکار کنم؟ خوب گوه اون بسته علف چیزی میخورم. خب بچریدم از ساعت 11 بجه تا بالک میخوا جامو میخوا خب بچریدم. ما اینجا دیگه مسته کنی که با اونجا هم بچرم. بله. خب او چه کار میشه پیش از جایی؟ این سولارا هستم پیش ما اومدیم. خب چند تا گو گوسپند داریم؟ 2 تا گوسپند داریم. خود 2 تا هم گو. خب زمین هم داریم؟ نه. باغ هم نداریم؟ باغ هم نداریم. خب درس بخوندیم؟ میخونیم؟ بله گاهی وقت میریم. صنف چنده؟ صنف هفتم. هفتم. بله. ادامه میده میخوای؟ اثر روشن میبالیم. خود چرا تاله نمیرفتین؟ میرفتیم. چند روز غیر حاضره؟ یک هفته میشه. خود چرا برارم مکتب نمیشه که شما غیر حاضر شیم؟ خب دیگه ناریته بوده که کسی هم نه به خود مامی در دسته داشتیم. خب اونا رو جمع کردیم دیگه. اونا رو امرو خلاص شد در و دستا هم امرو خلاص شد همه. بخیر خوشی میرین اثر روشنبه بخیر مکتب ادامه. خب چرا به مکتب میری؟ مکتب میرین که یک دوره علم سواد یاد گیریم. آفرین نام خدا آفرین. خوب کاری میکنیم بسیار خوب. چند برادری؟ 4 تا. خب 4 برادر. اجا قایت دارم؟ اجی آقا؟ آه. بله. چه کار میکنم پدرشون؟
پیار مینا هم مصرف کشتمندی هم کشتمندی. بله. تشکر از شما. خیر به جلو شما. استتر بنی که اقدام تکرتکوری چیزی نشه. خوبه؟ خیر بین تشکر. بریم بخیر میخواه گوار بگردم. خب کاکا گپ بزنیم میتونم خود شما سربند چیز این بند جنوبه درسته؟ بله بند جنوبی. آخرین قلعه که مربوط به ولسوالی انجیل میشه همینه دیگه. بله سر ولسوالی انجیل اینه. سر ولسوالی اینه. بله آدم با ولسوالی انجیل ساخت سلیمون. خب که او بسیر بشه. بله او مسیر. خب چند سال میشه این بند ساخته شده؟ این تقریبا 10-12 سال میشه. 10-12 سال. بله. خب جای بینندای عزیز ما فعلا به سر بند جنوبیم که به شکل بند پاشتان، جایی که شما دیدیم و مشاهده کردیم بند پاشتانه. این هم عین او منطقه او به حساب کوبه است و این هم به حساب زمینا. این کاکا فکر کنم که رود دیگه همینه درسته؟ بله رود میره ها تا اون درختا روده. اون درختا او برکه هسته او به جمع گذره اون منطقه تا اون گذره به حساب می روده. کاکا رود پل پشتو اینه یا اونه؟ پل پشتو همینه که میره با پل پشتو همین رود میره با پل پشتو. او چیه با؟ هم به بخش همین روده. یعنی می رود همون زرا همه زگرا زمین ها رو او برده. یعنی دیگه اومده مثلا موبین زمین ها حال این رود اصلی که هست از اون خرمن به او بر بدار. یار فکر کنم 5 کیلومتر بیشتر میشه. بله او برد بیامد مثلا به تا زمین ها بود. دیگه کسی به قصدی نشد. وکیل صاحب جنوب هم که بیامد قرار کرده به تا زمین ها این بند درست کرد. خب انا زمین ها مردم نسبی به زو برمون نسبی به زیبا. خب این فعلا دریچه به زو برواز کرده. او به کدوم تا میره؟ او میره به جنوب میره. خب به جنوب کمی بند جنوبه. بله این بند جنوب. این اگر واشه کجا میره؟ این میره به رود میره که با پل پشتو بدر میشه. خب این بیشتر وا میکنیم فکر کنم که یک زل استفاده بهار از این استفاده میشه که وا میشه که او به درد نخوره. بله تموز که هست دیگه بسته میشه دیگه او میره به جو میره. خب بسیار خوب. او هم فکر کنم اصلی از خود رود میاد. بله این چشمه. عجب او زلار برابر خیلی جا بلنده ساختم و جا برابر اصلا ایت جای و ایت ساختن به حساب خیلی جالبه. کاکا اینا به دست بالا میشه؟ بله اینا یعنی چرخ داره میبینم چرخای تو میدم من سوکی هسته اینجا میندازم چیز داره گلبرنگ داره تو میدم. بله این مال که چرخ بدیم این مال چرخ بدیم قلفه با میتونم دست خیلی چرخ به دست خیلی هم چرخ میخوره منتها زور طلب چرخ میخوره با اندال که دیش باشه با اندال. خب کاکا جان آخه یک زر او وقت دریچه وا باشه چند دانه؟ 1 2 3 5 دانه. این 5 دانه کاکا بزی فشار او اگه وا باشه این امکان داره که به دست چرخ داده شه دیگه این تو اندال نباشه به او فشاری کو نمیشه به دست. خب میفهمم اندال منظور شما یک دسته؟ بله یک دسته هست که مثلا تو میدم بود. خب یک انسان همون قوت داره که یک دو نفر اصلا فکر کنین 100 نفر خونور به یک دفعه کنه میکنم دیگه کیکه و میکنم دیگه. خب من میفهم حالا وا کردن خود جدا بخشیه. خب همین وقتی که او وا میشه جلو او آزاد میشه همین گشتوندن همین باز هم دو نفر مگر بیای پی کنه. یعنی وقتی که چیز چرخ میدم او لپه میزنه بسته میشه دیگه. بله خیلی جالبه واقعا خیلی جالبه برابر ساخته. بسیار خوب. معلوم شاید به شما نباشه دیگه چه زر دیگون از اینجا به فیض میرسه از این دریچه جنوب؟ این تقریبا 460 قریه ولسوالی انجیل. خب امی جنوب بله امی او میره دیگه تا هر جا که رسید. بسیار خوب بسیار خوب. خب دوستای نازنین بیایم ما فعلا به داخل البته به سر بند جنوبیم. بسیار جای دیدنیه. خدا خیر بده مسلمانایی که بزی کمک کردم و همکاری کردم این جای فراهم ساختم برای مردم دیگون و مالدار و باغدار. همراه ما باشید.
بینندای عزیز بچه جلو نشین خیر بینین دوستا جلو نشیم دوستای نازنین بازم ما به سر بند جنوبیم بسیار یک جای دیدنیه که اینجا مردم میگم که روزای جمعه بچه جلو نشیم روزای جمعه خیلی از شهر و دیا اینجا خیمه میارم و بالاخره به زیر رود هم به اوبیزی میایم هم به حساب تفری میایم درست لالا؟ بله خب چه زن نفر میای اینجا؟ یاره خیلی از شهر و اینا خیلی میاد از این منطقه په تا از امام ششنور اینا بچه منطقه خود ما اینجا به اوبیزی و بدم به زمانی که او داره من تا عمال کمی هم اوبیزی بله او داره من تا پین دریچو که او داره اینجا اوبیزی میکنم بزی برالی او کمتر داره دیگه تموس چون چوا و اینا سولارا بگرد کشاورزی استفاده میکنه وقت دیگانی اینا دیگه. خب بسیار خوب او بال این لخشک برای چیه؟ این لخشک برای از این کانال با بار او زیاد میشه دریچو که فشار می از بالا میرزه میره پل پشت سمت غوریان و زندجان اینا که تا پین به هر جا باشه. خب این که جلوی دیوال شده به خاطر از اینکه رود ایت میگیره وسط نسبه کردم. بله بزی وسط کانال او بار کو زیاده ای برای چشم خونه میرزه بزی بر میرزه به لخشک اینای که از بر میاد دریچو میاد دریچو هم دو تقسیم میشه یکی به جون نو میره یکی پس بر رود میاد. پس برود بله خیلی کم استفاده میشه. بله فعلا کم میره به پندگه سمت غوریان و اینا. بسیار خوبه. این لخشک هم می 12 سال پیش ساخته شده. بله لخشک و امی دریچو خودم ساخته شده اینا. این به طریق ساختم فکر کو که مثلا او فشار نایره ولی از دریچو مثلا به جون او نره منطقه او نبره. خب اگر این لخشک و این بند اینجا نمی ساختم فکر کنم که جلو او ایت به زود منطقه شما قل نمیزد. بله آنال نه یک کردگه جلو که بوده بند غیچی بوده زمانی که او زیاد میاد با غیچ کو بسته کده نمیشه این زمینا رو زیاد میبرد از این برام میره برود پاشونی تا منطقه پین رم میبرده آنالی برکاست رو برود که میره خرابی نداره. لالا خود پل پشتو یک زرنی شاید 1 کیلومتر بیشتر نباشه فکر کنم که ای روبرو ما و شما کجا میشه؟ همین روبرو رباط محمد بخش گذره. میفهم گذره که کدو قلعه رباط محمد بنام رباط محمد بالاتر سمت بیچقی فکر کنم. بله سمت بیچقی هسته. داشون بیچقی. بله داشون بیچقی بزوی سمت دشت اینا لبروده. قلار لبرو. همال شاید 10 کیلومتر باشه نمیشه؟ بله به عنوان از اینکه سه کنه منال اینجا همین خود رود میگه. بله دریچو کو به جنوبی برای میره غیچی که میکردم خود شما میفهمید تمیز کل شاولا یا به بل جلو کار میکردم که کار میکردم او راه دادم این طرف یک سر او میبرده از این راستا زمینا رو زیاد برده پل پشتو که هسته اونجا مثلا جو نداره که او بسته کنم به وسط رود میره. راست میگه. بینندای عزیز این مسیر که اینا جلو او بند کردن به خاطر از اینکه تقریبا اگر 10 کیلومتر نشه 8 کیلومتر 100% از او بر رود تا به ای بعد یعنی داخل خود رود 8 کیلومتر درسته؟ بله زمانی که سیل می آمده یه کو بسته بوده کلا بله غیچار تا بسته میکردن می آمده یه زمینا بوده بر زمینا رو میبرد آخر خرک بسته میکردن دم جو که او زیاد نشه که به جو برای خرابی کنه بر رود میرفت. اینا که ما هستیم فعلا کلان اینا هم زمین کشاورزی بوده اینا او ببرده. بله ببرده. بسیار تشکر از شما لالا لطف کردین. زنده باشین. دوستان نازنین برنامه به سر می بند جنوب آخرین یا اول قلعه که مربوط به انجیل میشه برنامه ما با پایان میرسه. ناگزیریم با شما خداحافظی کنیم تا به فردا شب کجا نصیب و قسمت باشه. شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم. وقت زیبای شما بخیر با عزت باشیم. خدا نگهدار شما.